چرا همه فست فودی ها به رنگ قرمز هستن؟ چرا دکوراسیون و لوگوی تمام فست فودی ها در تمام دنیا به رنگ قرمز شده؟ چرا لوگوی سایت های پورن به رنگ نارنجی یا قرمزه؟ چون اونها میدونن که چی به خوردش ذهن شما و به خورد شکم شما بدن تا انرژی مهم شما رو در اون چاکرا گیر بندازن. اونها میدونن که با خوردن فست فود انرژی شما در چاکراه ریشه گیر میفته. اونها میدونن که با دیدن فیلم های پورن انرژی شما که به رنگ نارنجی هست در چاکراه خاجیتون گیر میفته. آیا شما در زندگیتون به جز پر کردن شکم و خالی کردن زیر شکم فکر دیگه و کار دیگه دارید و یا به چیز دیگه ای فکر کردید؟ انرژی تو در دو تا چاکراه پایینت، یعنی در چاکراه ریشه و خاجی گیر افتاده و تو خودت اصلا از این موضوع خبر نداری. امروز اومدم تا بهتون بگم اونها چجوری با انرژی های چاکراه شما سر و کار دارن و چجوری نمیذارن که انرژی شما به بالا صعود کنه. این یه شوخی یا یک حرف کلیشه‌ای نیست، این یه سازوکاره، سازوکاری که به وسیله اون شما رو به دام انداختن در حالی که خودتون اصلا خبر ندارید. بیایید بهتون بگم که چرا تمام ساختمان‌های ما مینیمالیست و مربعی شکل، بیروح و خاکستری شده، در حالی که در گذشته ساختمان‌های گنبدی شکل، خونه‌های ماکسیمال، رنگ‌های زیاد در خونه و چراغ‌های زرد توی خونه‌ها وجود داشت. حتی در دهه 70 تا 80 هم یادمون میاد که همه چراغ‌ها به رنگ زرد بودن، اما به یک باره چراغ‌هایی اومدن که رنگ سفید مایل به خاکستری رو توی خونه آوردن. در سازه‌های گنبدی انرژی چرخش داره، در خونه‌ها میچرخه، در شهر میچرخه و اون انرژی مثبت به انسان‌ها برمیگرده. اما در خونه‌های مینیمال مربعی انرژی گیر میفته. انرژی وقتی جریان پیدا میکنه در گوشه های اون مربع یا مستطیل گیر میفته و به همین دلیل به انسان منتقل نمیشه. این گیر کردن انرژی باعث میشه که انسان‌های افسرده، بیحال، خسته و ناامید به جامعه تحویل بده. رنگ چراغ‌های مرده، شهر مرده، ماشین‌های مرده، فاقد از هر گونه رنگ و لعاب باعث شده که انسان‌ها در روزمره خیلی زود خسته و کسل بشن. در این میان شما برای اینکه انرژی هاتون رو فعال بکنید بهتره که بیشتر به طبیعت برید. توی طبیعت صدای آهنگتون رو قطع بکنید. به صدای طبیعت گوش بدید. به صدای چشمه گوش بدید، به صدای پرنده ها گوش بدید، به انرژی طبیعت فکر کنید و سعی کنید که اون رو وارد جسمتون بکنید. در طبیعت پیاده راه برید، درختان رو بغل کنید و باهاشون صحبت کنید. اگر گله و شکایتی دارید بهشون بگید، قطعاً اونها شما رو شفا میدن. برای صعود انرژیتون، انرژی هاتون رو در هر چاکرا تصور بکنید و اون رو به سمت بالا هدایت بکنید. به دلیل سیستم کنترل کننده خیلی از افراد نمیتونن انرژی خودشون رو از چاکرای ریشه و خاجی به بالاتر هدایت بکنن و توانایی این کار براشون خیلی سخته. برای همین توی کانالمون قراره که شروع بکنیم اول سکوت ذهن رو و بعد هدایت انرژی رو به سمت چاکراه تاجی به شما دوستان عزیز آموزش بدیم. این آموزش ها همراه با کتاب حکمت و گنج درون بدون سانسور و نسخه اصلی تقدیمتون میشه. برای ثبت نام در این کانال میتونید هایلایت کتاب حکمت رو چک بکنید.